احیا و تجلیل جشن صده همچون رمزی استقباری فصل نور و گرمی، نیکی و سخاوتمندی، سرجمعی و وحدت کل شهروندان در گستریش کارهای آبادانی و سازندگی و خرمی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان نقش مؤثر گذاشته. در آغاز سال چون پیام‌آوری نوروز عالم افروز به زندگی مردم شریف تاجیکستان مژده خرمی و خوشبختی خواهد آورد. امام علی رحمان. احیای صده کرد احیا جشنها را ابتکاری پیشوا، شد صده چون عید نوروز افتخاری پیشوا. خاک را با هر نهال ار باغبان جان آفرد، جان ملت را نمو بخشید کاری پیشوا. صد صباحی مهر می آرد تجلای صده، بس که نوروز آورد عشق و تمنای صده. ریشه می گیرد نهال و سبز می گردد زمین، از نوای مهر انگیزی تصنای صده. آورند از کوهساران بای چیچک نورسان، چون سیه گوشستگی برف آورد انگیز جان. با صده 100 روز دیگر گل کند امید خلق، می فشاند دانه دهقان گل شناند باغبان. گلخنی آتش نشانی آریایی صده، ابتدای معجزاتی دلربایی صده. قرنها را می کند پیوند چون کفشیر جان، آفتابی زندگی بخش و طلایی صده. پیشوا عید هزاران ساله را احیا نمود، آتشی 100 اسره سازنده در دل جا نمود. همچون نوروزی جهانی این فروغی نور را، در نبوغی ملت جان آفرین دنیا نمود. نیاگان ما 50 شب و 50 روز را تا جشن نوروز حساب کرده، صده را تحلیل می کرده. یعنی صده جشن آمادگی به نوروز بوده. این دو جشن قدیمه با هم توأم می باشند. موافق سرچشمه های تاریخی سبب صده نامگذاری شدن این جشن نیز در همین است. امام علی رحمان.